ران هستم. امروز میخوایم بریم کاسکو چند مدل از گوشتایی که برای باربیکیو مناسب هست و شاید یکی دو مدل از باربیکیوهایی که برند خوبی دارن و کوالیتی خوبی دارن برای غذای ایرانی هم مناسبن بهتون معرفی کنم. یکی از برندهای بسیار خوب برای غذاهای ایرانی، در واقع باربیکیوهای ایرانی، برند وبر هست که میبینید خیلی استحکام خوبی داره، متریال خوبی داره، قدرت دمایی بالایی داره و یک نکته خیلی مهمی که اینجا هست، این قسمتی که آیرون کست هست یا اون دو لبه‌ای که شما سیخ رو میذارید حدود بیش از 1 اینچ تا این قسمت سطح داغمون یا آیرون کستمون فاصله داره. این خیلی خوبه که کباب کوبیده شما یا جوجه کباب شما، شیشلیک شما وقتی که روی این لبه قرار میگیره به این قسمت داغ نچسبه، هم نمیسوزه هم تلخ نمیشه. اینو باید مد نظر داشته باشید. عموما باربیکیوهای معمولی فاصله این لبه تا سطح اون آیرون کستی که داغ میشه خیلی کمه. هر وقت یه کبابی روش میذارید میچسبه به اون و اون کارو خراب میکنه. اینو همیشه مد نظر داشته باشید. دوباره بهتون نشون میدم، ببینید اینجا نزدیک به 2 بند انگشت از لبه جایی که سیخ قرار میگیره تا این قسمتی که خیلی داغ میشه فاصله هست. در ضمن این قسمت پایینم نگاه کنید. توی باربیکیوهای حرفه‌ای این قسمت زیر این برنرها خیلی فاصله زیادی داره، باعث میشه که اگر روغن چکید پایین حرارت اینا نتونه بسوزونه و باربیکیو شما آتیش بگیره و شعله بالا بزنه که هواتون دود بزنه. باربیکیو برند وبر مدل اسپریت مدل S435 هست. یکی از بهترین مدل‌هاست. این بغل هم گاز داره، میتونید استفاده کنید تو حیاط خونتون و من یکی از مدل‌هایی که بهتون توصیه میکنم. عموما باربیکیوهای معمولی فاصله این لبه جایی که سیخ شما قرار میگیره تا اون آیرون کست خیلی کمه. زمانی که کبابتون روش میذارید، علل خصوص جوجه کباب یا شیشلیک روش بذارید، حتما میچسبه به این قسمت و تلخش میکنه و میسوزونتش. توصیه من اینه باربیکیو یا نخرید یا خوب بخرید. تمام دوستانی که باربیکیو معمولی خریدن آخر پشیمون شدن، بعد از 1 سال کلی زجر کشیدن، آخرش رفتن باربیکیو خوب خریدن. یکی دیگه از چیزایی که به شما خیلی حال میده این یکیه. این برند بلکستون هست که کاسکو عموما داره، هوم دیپو، کندیان تایر، از اونجا هم میتونید همین برند رو تهیه کنید. به دلیل اینکه مثل اونا نمیخواد شعله غیر مستقیم داشته باشه و این آیرون کستش داغ میشه، این خیلی مهم نیست که حالا چه برنده بگیرید، ولی این نسبتا امتحانش رو پس داده. بزرگتر از این هم داره که اگر جا دارید اونو توصیه میکنم، خیلی لذت بخشه. خیلی از غذاها رو میتونید روی اینا درست کنید. حتی وقتی که برگر رو توی اینا درست میکنید، برخلاف سنگ‌های معمولی، چون درش بسته میشه، اون حالت اسموکیشو قشنگ پیدا میکنه و اونم دلچسب میشه. این هم چیز خوبیه، اینم توصیه میکنم. قیمتش هم مناسبه. به هر حال این حدود $200، اون حدود $900. اگرم اینو خریدید مطمئن باشید که در آینده نزدیک غذاهای بسیار زیادی با این درست خواهیم کرد. دونه دونه به شما توضیح میدم که ازش لذت ببرید. امروز میخوام در مورد این گوشت ها علل خصوص توی کاسکو میتونید تهیه کنید توضیح بدم که بدونید چه گوشتی رو برای چه کاری بگیرید. استیک استریپ لاین هست. یکی از بهترین طعم‌ها رو به شما میده. یک چربی در بالاش داره. ماربل چربیش نسبت به گوشت‌های دیگه بیشتره. یادتون باشه که شما وقتی که استیک رو میخواید گریل کنید، این چربی ها به طعم و مزه و آبدار بودن استیک شما خیلی کمک میکنه. پس یادتون باشه یکی از بهترین استیک ها رو از استریپ لاین میتونید داشته باشید. استیک بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم تاپ سرلوین هست. تاپ سرلوین حدوداً هر کیلو $10 از استریپ لاین ارزون تره. ماربل کمتری داره، چربی کمتری داره. به هر حال این حدوداً $10 هر کیلو از اون ارزون تره، اما از این هم میتونید یک استیک خوشمزه در بیارید. شاید اونقدر جوسی و ترد نباشه، اما اینم خوبه. خب اینم ریب استیک هست. بون این میتونید اینو بدون استخوان بگیرید یا با استخوان بگیرید که الان با استخوانش هست. این هم استیک بسیار زیبایی میشه، فقط فرقش اینه که چون ضخامت زیادی داره، من اینو توصیه میکنم که اگر که گریلش کردید بعد از اون توی آون هم بذارید که در آموزش‌های بعدی حتما بهش خواهیم پرداخت. استیک بعدی که تقریبا گرانترین استیک ما هست، استیک تندرلوین هست. تندرلوین یا همون فیله که قسمت به صورت درستش هم اینجا میبینید،
این استیک همیشه نرمترین، آبدارترین، خوشپختترین و ترترین نوع استیک هست. خب قطعا از بقیه استیک ها خیلی گرونتره. همونطور که می‌بینید کیلویی $76 هست، $77 هست، تقریبا 2 برابر تاپ سرلوین هست. اما واقعا لذت بخشه. هرچند من هنوز استریپ لوین رو به این ترجیح میدم چون فت بیشتری داره، ماربل بیشتری داره، ولی این بسیار لذیذه و خیلی زمان پخت کمی داره. منظور من از فت و چربی که میگم و ماربل اینه که وقتی میگیم فت منظورمون این چربی هاست. وقتی ماربل رو در مورد صحبت میکنیم این رگه های چربی که بین گوشت هست رو اصطلاحاً میگن ماربل. خب ما امروز برند ناپولین هم میخواستیم به شما نشون بدیم که متاسفانه کاسکو تمام کرده بود. میریم هوم دیپو یا کندیان تایر، اونجا در مورد اون باربیکیو هم به شما توضیح میدم. خب اومدیم هوم دیپو، بریم ببینیم داخل هوم دیپو چی گیرمون میاد که در موردش صحبت کنیم. خب برند بعدی ناپولین که میخواستم در موردش به شما صحبت کنم، اینم بسیار باربیکیو خوبیه. بریم داخلش رو ببینیم. دوباره همون اتفاق رو اینجا میبینید. اگر سیختون رو اینجا بذارید میبینید که باز فاصله بسیار خوبی رو داره. البته من توضیح رو بدم، ناپولین این آیرون کستا یکی دیگه هم داره که اینجا قرار میگیره، کل این سطح رو میپوشونه که البته اینجا چون دیسپلی مدل هست برش داشتن. خب این برند ناپولین هم بسیار باربیکیو با کیفیت و خوبیه، میتونید تهیه کنید و ازش لذت ببرید. این هم یه مدل کوچکتر همون ناپولینه با یه رنگ دیگه و جمع و جورتر برای آپارتمان یا خونه‌هایی که کوچکتر هستن مدل مناسب تری شاید باشه. خب یکی از باربیکیوهایی که برند معمولی هست میخوام بهتون نشون بدم. الان فرض کنید که شما روی این میخواید کبابتون رو بذارید. ببینید از این لبه تا قسمت آیرون کست حتی به اندازه ربع بند انگشت من هم نیست. یعنی مطمئن باشید کبابتون رو بذارید اینجا حتما به این میچسبه. این لبه که به شما گفتم حتی نصف بند انگشت من هم فاصله نداره تا این لبه‌ای که سیخ قرار میگیره. اگر باربیکیو معمولی دارید چیزایی مثل جوجه کباب یا شیشلیک رو اصلا روی سیخ به سبک ایرانی نذارید. میتونید روی خود این مستقیم بذارید کباب کنید، اونطوری بهتر نتیجه میگیرید تا اون استایل ایرانیش. در مورد باربیکیوهای زغالی من نمیتونم خیلی توصیه زیادی بکنم، خیلی سلیقه‌ایه، ولی خب اینایی که این شکلی هست در داره و یه اگزوز داره به شما کمک میکنه که اسموک بیشتری رو بتونید طعمشو به در واقع طعم اسموکی بیشتری بتونید به کبابتون بدید و خیلی راحت هم هست. اینا بعضیاشون هم هستن که میتونید این سطح در واقع بالای زغالتون رو تنظیم ارتفاع کنید که اونا دیگه خیلی عالیه. البته عشق ما ایرانی‌ها توی باربیکیوهای زغالی همون مستطیلیه ساده حلبیه که زغال رو ببینی دود را بیفته و لذت ببرید. میدونم این رو. این هم یه مدل دیگه از باربیکیوهای معمولی که تازه جز رده‌های خوبش هم هست. بازم همینطور ببینید نه کبابتون اینجا بذارید حتما میچسبه به این و میسوزه. تا اینجا هستیم در مورد بهتون بگم دیجیتال ترمومترهایی که برای دمای توی گوشت‌ها استفاده میشه. بد نیست، قیمت زیادی نداره، بد نیست همه ما یکی از اینا رو توی خونه داشته باشیم. اومدیم جانستونز باربیکیو در نورت ونکوور، جایی که مدل‌های خیلی زیادی از باربیکیو هست. من میتونم به شما خیلی خوب توضیح بدم. خب یکی دیگه از مدل‌های ناپولین که قسمت سیزل داره که شما اگه بخواید یه چیزی رو یه مقدار رنگش رو تیره تر بکنید در یک مدت زمان کوتاه میتونید از این دوتا هم اضافه کنید، دما رو ببرید بالاتر، خیلی سریع رنگش رو اضافه کنید یا یه کمی اسموکی ترش کنید اگه دلتون بخواد. اینم یک مدل خیلی حرفه‌ای از وبر هست. اگر هاوس بزرگ داشته باشید، جا داشته باشید، میتونید اینو استفاده کنید. کابینت داره به اندازه کافی. این پایین اجاق گازشو داره، جوجه گردان داره. یک قسمتی رو داره که اگه بخواید وجتبل رو توش بریزید هم اسموکی میکنه، هم باربیکیو میکنه براتون، هم دودیش میکنه. و همه امکانات رو هر آنچه که شما فکر کنید این الان داره و میتونید در اختیار داشته باشید. اینم یک مدلیه که میشه ریکامندش کرد.
ما تا اینجا آمدیم که این مدل از باربیکیو، این برند برول کینگ رو به شما نشون بدم که برای آشپزی ایرانی، برای کباب، جوجه کباب، شیش لیگ، میتونم بگم بهترین چیزی که میتونید انتخاب کنید این هست. چرا؟ قسمتی که در واقع شعله این پخش میشه زیر کباب شما، فاصلهش با کباب بسیار زیاده، گرما توش خیلی یک دست پخش میشه، سر و ته کباب شما به یک اندازه میپزه، چیزی که توی معمولا باربیکیوهای دیگه خیلی باش مشکل دارید. خیلی راحت و یک دست پخته میشه، فاصله این دو لبه زیاد هست. از همه مهمتر این که دوستانی که باربیکیو دارن توی خونه، این سبک باربیکیو رو دارن، میدونن وقتی که ما یک سیخ کباب رو میذاریم توی باربیکیوهای دیگه، درشون رو میبندیم، بلا فاصله این سیخ به بالا میره. اما توی این مدل شما به راحتی میتونید درش رو ببندید، سیخ شما اصلا تکون نمیخوره، بلند نمیشه، کبابتون نمیریزه، با خیال راحت. پس یک، برای نگه داشتن سیخ ایرانی عالیه. دما رو میتونید خیلی ببرید توی این بالا و بالا نگهش دارید. پخش گرماش هم نسبت به بقیه باربیکیوها بسیار خوب. برای اینکه توضیح بهتری به شما داده باشم که دقیقاً متوجه منظور حرف من بشید، این باربیکیو وبر هست، برند مورد علاقه من. اما نگاه کنید، من در رو که میبندم، ببینید چه اتفاقی پیش میاد. من سیخو میذارم، در رو که میبندم، سیخ ما به بالا میره و این اتفاقی که نباید توی در واقع باربیکیو کردن ما به سبک ایرانی بیفته. اینم باز یک مدل دیگه از همون برول کینگ هست، جوجه گردان داره، در واقع یه شعله اضافه اینجا داره که اگر بخواید جوجهتون خیلی خوش رنگ تر بشه، علاوه بر پایین از بغل هم بهش گرما میده که گرما رو یه دست نگه داره. با پلت هم کار میکنه که میتونید اینجا بگیرید، از زیر حرارت میده اینجا. این مدل هم میتونه با پلت کار کنه، هم میتونه با نچرال گاز یا همون گاز طبیعی کار کنه، گاز لوله کشی، و هم با پروپین یا همون در واقع گاز سیلندر. خب من تلاش کردم بهترین رو به شما معرفی کنم. بازم تکرار میکنم، باربیکیو یا نخرید یا صبر کنید به موقع خوبشو بخرید. Run, 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 run.